بیش از 4 دهه پیش اولین نسل از مهاجران افغانستانی وارد ایران شدند و حالا نسل 4مشان هم در ایران زندگی می کند. گروهی از این مهاجران سالهاست که در مهمان شهرهای ایران ماندند. شهرکی مانند مهمان شهر تربت جام در خراسان رضوی با 2300 مهاجر. زمین این مهمان شهر که مشابه آن در 7 شهر دیگر هم وجود دارد، در سال 1373 به وزارت کشور تحویل داده شد و از سال 78 از یک اردوگاه با هزاران چادر تبدیل به شهرکی با خانه‌های جدید شد. حالا این شهرک 100 هکتاری تبدیل به مهمان شهری شده که تقریباً بخش زیادی از نیازهای ساکنان خود را پاسخ می‌دهد. من اون موقع خیلی کوچیک بودم. مثلا کلاس دوم راهنمایی بودم که خونمون مشهد بود. بعد یهویی بابام اینا اومدن گفتن که ماشین اومده میخوایم بریم. گفتیم کجا میخواین برین؟ گفت که میخوایم بریم تربت جام. ایران مدتی بسیار طولانی میزبان یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهندگان در جهان بوده که بیشتر آنها را پناهندگان افغانستانی تشکیل می‌دهند. حدود 1,600,000 نفر از اتباع افغانستانی با مدرک شناسایی و حدود 1,000,000 نفر هم بدون مدارک هویتی در ایران زندگی می‌کنند. با رضایت خودمون نیومدیم. یعنی مثلا از اینجا مشهد مثلا ماشین آمدن ما را آوردن اینجا. اون موقع زیر چادر بودیم. چند سال مثلا 15 سال زیر چادر زندگی کردیم. بعد از اون که خانه‌های کوچیک درست شد آمدیم اون قسمت خانه‌های کوچیک 78 تا 80 که منازل ساخته شد، فقط جهت این بودش که افراد از حالت چادرنشینی بیان در یک سرپناه ارزم حضور شما که خوبی بخوان زندگی کنن. خب اون اتفاقی که افتاد این که خانه‌ها رو مجبور شدن با توجه به بودجه‌ای که داشتن کوچکتر در نظر بگیرن. الان با توجه به نیازمندی‌های عزیزان و اینکه تعداد افزایش جمعیت داشتن خانواده‌ها، نگاه بر اینه و سیاست اداره کل ما در استان این است که بخوایم این مناظر رو به اون حداقل‌های ممکن برسونیم. بعد از اون که این خونه‌ها رو ساختن دیگه یکم راحت‌تر شدیم. الان که شکر خدا خیلی بهتریم. برای ایجاد اشتغال در مهمان شهر، بازارچه‌ای برای فروش محصولات ایجاد شده و قرار است چاهی هم برای فعالیت‌های کشاورزی حفر شود. علاوه بر این دو کارگاه خیاطی با ظرفیت اشتغال مجموعاً 150 نفر در مهمان شهر فعال است و به زودی یک کارگاه تولید ماسک هم با کمک سازمان برنامه جهانی غذا راه‌اندازی می‌شود. کارگاه تقریباً 130 تا پرسنل داره، 20 تا آقا، 110 تا خانم که توی دو شیفت به حساب صبح و به حساب بعد از ظهر کار می‌کنن. کل تولید اینجا از مثلا برش، چاپ، طراحی و دوغ بسته‌بندی کامل همینجا انجام میشه. من 24 سالمه، نزدیک 6 سال اینجا دارم کار میکنم. بعد همینجا به دنیا اومدم، تو مهمان شهر همینجا بزرگ شدم. بعد از افغانستان چیز زیادی نمیدونم. دوره کرونا ما با 1/3 نیرو کار کردیم، با زدن ماسک فاصله ها رعایت کردیم و کار زدیم. افغانستان جنگ بود، اونجا روسیه آمد، من خارج گرفت آمد آمده دیگه. از جنگ و تلفات و کشور جنگ بود، زندگی نمیتونستیم.
حالا بودن قریب 40 سال میشه من. وقتی روسیه آمد جنگ در افغانستان پیچید و همه را زد و جنگ شد. این مردم زندگی نمیتونه فرار کنه. کسی ایران آمد، کسی پاکستان آمد، کسی آمریکا آمد، کسی ایتالیا، هر کی شد تیز شد رفت مردم. همینجوری دیگه یک 4 روز بیابان و دشت و بیابان همینطور با خر و با اسب پیاده و اینجوری آمد. لمیمد از تفتون آمد اینجا آمدیم باز سازمان ملل آمد، هیئت آمد و ما را برد به اردوگاه تحویل داده بود. یعنی شما از 40 سال پیش تا حالا تربت جامین یا تو مشهد شهر دیگه بودید؟ نه دیگه شهرام بودیم، چند سال میشه اینجا بودیم. 40 سال تو تربت جامین. با توجه به اینکه افرادی که در مهمان شهر هستن همه باید داره کارت معتبر باشند، یعنی افرادی که فقط و فقط کارت معتبر آمایش دارند، لذا پس هیچ فاقد مدرکی ما اینجا نداریم، هیچ نفری که بخواد اقامت داشته باشه اینجا پاسپورت باشه نداریم و فقط افراد داره کارت. لذا با توجه به همین تفسیر فقط افرادی میتونن اینجا ساکن باشن که تحت پوشش کمیساریای عالی هم قرار میگیرن، سازمان‌های مختلف هم میتونن بهشون خدمات بدن. قسمتی از خدمات معیشتی، درمانی و تامین خاروبار این اتباع با کمک کمیساریای عالی سازمان ملل، سازمان ریلیف اینترنشنال و سازمان برنامه جهانی غذا انجام می شود. در نهایت مجموع خدمات ایران به پناهندگان در مقایسه با سازمان‌های بین‌المللی حدود 97% است که شامل یارانه‌های پنهان، تحصیل، سلامت، معیشت، امنیت و خدمات شهری است. Indeed, large amount that the government pays for education, for example, schools. در زمینه تحصیلات چقدر هزینه ممکنه توی بعضی از گزارش‌ها بیاد که دولت انجام بده، ولی در عدد و آمار دقیقی توی این زمینه نداریم. چیزی که میدونیم اینه که اون مبلغی که توی تمام این سالها هزینه شده به شکل سالانه هزینه میشه خیلی مبلغ بالایی هست و از این لحاظ باید هم از دولت ایران تشکر بشه و هم از ایران در واقع تشکر شه. ایران باید به خودش افتخار بکنه که برای چندین دهه تونسته این کارو بکنه. افغانستانی‌ها بودن، عراقی‌ها بودن، الان بیشتر دوباره در واقع حضور افغانستانی‌ها در ایران هست و با توجه به این شرایطی که هست و شرایط اقتصادی که هست، خب کاری که کردن کار راحتی نبوده، ما اینو می‌دونیم و ما تلاشمون رو می‌کنیم که بتونیم از جامعه جهانی در واقع کمکی بیشتری بگیریم که پناهنده ها و کسانی که توی ایران هستن بتونن دسترسی مثلا به تحصیلات داشته باشن، فرصت‌های معیشتی داشته باشن و همچنین کار و اینکه مثلا توی خدمات بهداشتی در واقع دسترسی راحتی بهش داشته باشن. واقعا عدد دقیق یا عددی نداریم که بهتون بگیم، فقط میدونیم که مبلغ زیادی بوده و این در واقع به ما این مسئولیت رو میده که ما از جامعه جهانی بخوایم با توجه به شرایطی که تو 2-3 سال اخیر خیلی سخت‌تر هم شده بیشتر کمک بکنم به این. So again, the figures, how much it all cost, that needs to come from the government. فرزندان اهالی این میهمان شهر اینجا به دنیا میآیند، بزرگ میشوند، درس میخوانند و بیشتر آنها همینجا میمانند. تحصیل رایگان آنها در یک مدرسه 12 کلاسه، یک دبیرستان دخترانه و پسرانه هوشمند و یک هنرستان فنی و حرفه‌ای انجام میشود. یکی از همان فرزندانی که همینجا درس خوانده و بعد از ادامه تحصیلش به مهمان شهر برگشته، مرضیه است که در کلینیک بهداشتی به عنوان ماما کار می‌کند. این کلینیک هم با کمک ژاپن و ایران ساخته شده و به غیر از مرضیه 5 بهورز از اهالی این مهمان شهر در آن کار می‌کنند. خدا، من مرضیه خاوری هستم، مامای مهمان شهر. من کلاً همینجا به دنیا اومدم و همینجا تحصیل کردم. از سال 94 وارد دانشگاه شدم و شروع به تحصیل در رشته مامایی و سال 98 هم فارغ التحصیل شدم. من توی بیمارستان 17 شهریور مشهد بودم ولی خب حقوق خاصی نمیگرفتم به خاطر اتباع بودن، ولی مثلا برای اینکه خودم تجربه‌ام بره بالا استادا موافقت کردن که من یه مدت اونجا باشم و من تقریبا 1 سال تو دانشگاه 17 شهریور مشهد بودم و بعدم که در سال دقیقاً 2021 شروع به کار در این قسمت کردم. من همینجا به دنیا اومدم، همینجا تحصیل کردم و همینجا خدا رو شکر شروع به کار کردم و این برای من خیلی خوب بود و همینطور برای تمام بچه‌هایی که دوست دارن ادامه تحصیل بدن و چون میدونن که بالاخره به یک جایی میرسن، وقتی منو ببینن تحصیل کردم و
سر کار اومدن اونا هم مشتاق‌تر میشن برای اینکه تحصیل کنن و بدونن که انشالله در آینده میتونن کار داشته باشن. مثلا تستش منفی بوده واسه دیگه دوباره مراجعه کنید. فهمیدین چی بود؟ محمدی. آقای محمدی داروتون مصرف میکنید تا 3 روز دیگه علائمت ادامه داشت دوباره مراجعه میکنید. در مرکز جامعه سلامت خدمات مهمان شهر ما برای اتباع بیگانه دقیقاً تمام خدمات بهداشتی و درمانی که در مراکز خدمات درمانی شهری و روستایی کشوری ایران و زیر نظر مرکز بهداشت برای کلیه افراد شهروند ایرانی داره انجام میشه، ما کاملا برای مردم مهمانشهر و اتباع بیگانه که اینجا ساکن هستن طبق همون فرمول روال و با همون آمارها داریم انجام میدیم. بیمه سلامت دارن، بیمه سلامت که ما اینجا مهر میکنیم. حالا به عنوان پزشک اگر نیاز به ارجاع بیرون داشته باشن، بیمارستان یا کارهای تخصصی لازم داشته باشن، بر اساس پایشی که انجام میدیم مهر درمانگاه و مهر پزشک مجموعه رو میخوره و وقتی که دیگه برن به مراکز درمانی بالاتر کارشون طبق بیمه انجام میشه. داروها هم اگر مهر داشته باشن، یعنی اون مهر ارجاع رو ما داشته باشیم، حتما توی سطح بیمارستان میتونن با حالا تعرفه بیمه اونها رو دریافت کنن. ببینید اینجا محیط یک محیط کوچیکه، خانه ها خب کوچیکه و برای کرونا یک محیط خیلی سختی بود، یعنی یک اپیدمی خیلی وحشتناکتری میتونست در اینجا اتفاق بیفته. اما الحمدلله با یک تیم پزشکی قوی که داشتیم و همکاری خود دفتر مهمانشهر و حالا حتی نیروی انتظامی هشدارات، ما تو پیک 4 کلا سفید بودیم و تو پیک 5 تونستیم در این حد معقول در شهرستان نگه داریم، یعنی حتی قرمز نشدیم، در سطح نارنجی تونستیم اینجا رو نگه داریم. ما با صحبتی که با دانشگاه داشتیم واکسیناسیون رو دقیقاً همزمان با واکسیناسیون شهری شروع کردیم و هر روز ما واکسن رو دریافت میکنیم. کاردان مرکز ما واکسن رو از آذربایجان میگیرن میارن اینجا و الان هم یه پوشش واکسیناسیون بالای 80 داریم. خوشبختانه تونستیم مردم رو قانع کنیم برای واکسیناسیون. We also make clear that this should not be only something that can be done. از طرف دیگه ما همیشه توضیح میدیم حالا از طرف طرق مختلفی که میشه که دو کشوری که در واقع همسایه افغانستان هستن، ایران و پاکستان، این دو کشور نیاز به کمک بیشتری دارن و لازمه که این مسئولیت کمک کردن به در واقع پناهنده‌های مسئولیتی باشه که باش با کشورهای دیگه باید توش سهیم بشن. چرا اینا همیشه توی در واقع صحبت‌ها حالا مصاحبه‌ها گفته میشه که اگر بخوایم که همچنان کمک تو زمینه بهداشت انجام بشه، تو زمینه آموزش انجام بشه و معیشت هم انجام بشه، ما لازم داریم که بار مسئولیتش بین کشورهای مختلف در واقع پخش بشه، تقسیم بشه. و دلیل اصلیش هم اینه که اگر این کار انجام نشه، یعنی شرایط توی خود افغانستان حالت ثبات نداشته باشه و حمایت کافی از ایران و پاکستان نشه، این افراد شروع میکنن به حرکت کردن و از ایران و اینها میرن و همینجور که میبینیم سر از ترکیه در میارن، یونان، ایتالیا یا حتی بریتانیا در میارن. و خب اگه بخوایم که این اتفاق نیفته، بعد از این کشورها حمایت بشه که بتونن از پناهنده‌ها حمایت بکنن که اونا تو اون کشوری که حالا اومدن و پناه گرفتن باقی بمونن. Population movements towards the west, then we need to make sure that Afghanistan becomes stable and that in the meantime neighboring countries are supported. So that is basically what we work on very, very hard. اینجا یک افغانستان کوچک است با ساکنانی بدون خاطره از سرزمین مادری.